پیش از اون یک مکتوب نامه به نام شما آمده است و اینجا نوشتن که از لطیفه های شیرینتان میخواهیم. شیرینشان یعنی که میخواهم که شما لطیفه یکان در حجم مطالبه بکنید. من یک شیر رقم خواهی دارم که در همین تاجیکستان در کجایی که چی حادثه‌ای بگذرد در گردن من شخصیت شده باید در گردن بگیریم من که شکر دیگر هیچ روی دیگر نیست. همین شاگرد من سعید جمال شاهین 5 سال من همین در کنسرواتوار تاجیکستان درس گفتم، تربیت کردم و حالا در انسامبل فلکی شهر کلوب کار فعالیت دارم. من افتخار میکنم که شاگردان من همین صنعتکار خوب هستند. ابو رحمت اگر موافقی طلب باید که من کدام خواهر مادر که نوشته است مگر من جواب گویم. این کار واقعی شده این انکدوتش ندگن این کاری که واقعا شده. بعد از ختم دانشگاه صنعت مرا با روان کردن همین ناحیه مسکو به حیث دیرکتور مکتب موسیقی. بعد راست گپ حاضر هزار رحمت به این پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان که این زبان انگلیسی را به آموزید، فرانسوی را بنامید، کیپویی را، روسی را، انگلیسی را، یعنی که زبان دار باید باشم. او سالها زبان روسی را کم آدم میدانستم. شخصا من از همین دیه رفتم 4-5 سال خواندم آمدم یکم روسی را نمیدونم. آمدم در ناحیه مسکو اونجا همون سردبانان روسیه که کار فعالیت میکردن روس‌ها بسیار بودم. من خلاصه که 6 معلمه زبان روسی داشتم. بعد یک ساعت میرم کارده که معلم همش در صحن مکتب درس شیراشون ندار اومدن. بعد گفتم برای چی شما درس ندار اومدین؟ گفت که رفیق حسن ما انتظار شما که ما چی گپه؟ الیساندر میخائیل معلمه را مادرش از دنیا گذشته است. گفتم که خیلی باشه درس‌ها را جابجا کنیم روزی میریم یک قضیه بیان میکنیم میویم. خیلی همه جابجا شدن خیلی من دیرکتور مکتب معلم از قطعه دنبال من یک 15-16 تا معلم هم یک 200-300 بهتر رفتیم که یکی باید مثلا من گفتم با شما روسی را نمیدونم با روسی باید چی تازه باید کنیم. بعد دوسته دیگه گفت ما اکرم را که خیلی روسی را نمیدونیم. بعد یک ویری نیکلای نداشتیم تیارتی فایروتش کم ویری نیکلای نه چکلی کنیم. بعد گفتی فایداری خواستن как победёшь колеса Михаил скажешь что прими моё соболезнование мы сочувствуем. Хорошо tamam мерим خاطر кушай он берет ки файдали асан мишуша яки ассалому алейкум акай файдали асан ассалому алейкум у бартар берет акай файдали о фромош накинян о 25 мора туй бада кардай туй мода биой хайну то хуне малимара и гап алакай айма фромош полни ра дигар тамом сани ҳака ҳавли малимата медроем ами дуюм одам баъд дида одам навбати ма яктум баъд гашу гуфтум ки ба шумо фуромӯш кардам бояд чӣ нигоҳ кардам мо намедонем дигар ҳамин дасти малимаро фишодам гуфтам александр михайловна поздравляю барои ҳамин қарордигон ҳамаи мо шумо сиҳат бошед саломат бошед ҳеҷ бор рӯзи ғаму бори ғама ҳеҷ бор набинем иншоалло пешвои миллат дар борои сари мардуми тоҷикистон аст тоҷикистон дигар ҳеҷ гоҳ ғам надорад барои ҳамин мо ифтихор мекунем дар омади дар мардум барои ҳамин рози сулҳи навбатии мо бар давлати обод нанозам ба чӣ нозам бар миллати озод нанозам ба чӣ нозам یا معنی یک عالمی واقعا هم پر از حکمتی که برداشته از چند ترانه های استاد و اصلا استاد اندر ترنم چهره زیبای زنها قریب سرود ندارد. من سرود این سوال از نام همه زنهای نازنینی که در تالار نشستن برای استاد میخواستم بگم که استاد
شما برای چی اندر ستایش زنهای زیبا هیچ ترانه ندارید، سرود ندارید؟ استاد سوالتون دادستم. استاد ای سوال نگریزیم. میگو برای چی برای زنکای خوشروی اینا سرود نمیخونیم استاد؟ ولی نوبتی سرود زنها و مادرها هست. اندر ستایش زنهای زیبا من باور ندارم چون که تا کنون نشنیدم، اما یک غزل زیبای حضرت سعدی است که استاد خیلی زیاد این غزل را دوست می‌دارم. همیشه در هر نشست که ما افتخار دوستی و همنشینی داریم و همیشه در هر محفل که بنشینیم استاد خواهش میکنم این غزل ما به سمع ایشان میرسانیم و نیت دارن آهنگ میکنم. من یک سرود میخوانم خیلی همه مخلصهای ما و همه انا مردم شریفی تاجیکستان او سرود را گوش کرده است میداند با نام زندگی. شعر از شاعر زنده‌یاد داریوش خیدلی است. همین فسر می شود که دیدم دلریزه‌هایی که ردیف دل نشد، شاه و گروان فزون دیدم یکی فاضل نشد. زندگی گر استاد ما توی به پرده گوی، از چی شاگردان یک مکتب همه عاقل نشد. بعدم آخر میگه که چاپلوس نوجوان مرد قسمها بشکند، نشکند طرفی کلاه اما دل ما بشکند. زندگی گر داور یک روی باشی پس چرا، ابله از بام افتد گردن ما بشکند. بعد همین سرود خیلی ما ثبت کردیم در رادیو، خیلی در رادیو دوی صدا میداد. اون دوران من در موقعیت میر سعید علی حمدانی کار و فعالیت داشتم. بعد یک روز ما را همین یک مردک آمد توی دعوت کرد. همین که فصل بهارای بسیار چمنزار گلزار و همه جو یک همین از اون طرف افغانستان و این طرف هم چوبک دیگر هم سرحدی ناحیه مشکوه حاضر حمدانی. اما یک خیلی باغ کل ماندن، خیلی دیگه مردم چشته و همین باش خورده و بعض گوش کرده و رفته است. بعد خلاصه که بعض کرده هستیم که همین حالت یک دمرده همین لقای براست. همین دمرده همین ساده کنان دوران یا 6 تا یا 7 دلارش دوران تمام. بعد همین لای کد با توجه همین ما را گوش کرده است. بعد ما با دلم گفتیم که نوی مردم در چقدر محفوظ شده باشیم اینقدر با ما را گوش کرده است با توجه. و یک حالت هم خیلی چالشیدن را گفت اگر پیدلی بلده است همین جیگری میخوانیدم. من همین الپینیست دارم، الپینیست، رادیو الپینیست. اما در گوش میکنم همین کیف میکنم. اما سرودی مرا خونگی من عقدم میبره همه دارم. بعد من گفتم که بابا آخر من سرود بسیار میدانم، همین اقلا همین یکم کلمه شب بیادی من بداز. ایگو من یمده همین بیسوادمو خودت از بالای بام میغلطی گردنی مومش کن امرو امور امرو همین دمرا همین جای باید چی نگه که دمرا را برای نمایش داده است. همین خورده که باید دمرا باز نکنه اون حافظ نیست. برای همین من افتخار میکنم که شهر کلا فقط یک شهر کلا مکانی حافظا مکانی حافظای خوب دارد. برای همین احسن و همین حافظایی که گذشتند رفتند و حافظایی که حاضر در قید حیات هستند و زحمت میکشند موفقیت کلان آرزومندم. چون که خون کلا